باشید پس باشید فرا بگیم فرا بگویم سردی چی کار بگویم چی کار پس باشید فرا بگویم نامردها شما بزن دست برداره قاتلان شما را نابود بسازن یاریدی ای لعنتی ها چی کار میکنن شما خانم سله شما خوب هستید تمام فرا دست باشید رفتید تماما نترسید چون که جنتلمن لبن شما را نجات داد پروا نکنید آمدم خانم سله ای چهارچشم تو در اینجا چی میکنی ها؟ ای برادر ما پلیس هستم در اینجا بودن من معنا دارد شما چیکار میکنید در اینجا؟ اگه پرابلم داره مثل یک سگی بویگیر کجایی که نرم همان جایی آن آدمانی که خانم سله رو زدن آدمان تو هستن آن جنایتکارها رو زدم تو را قهر کردم چه خیلی جنایتکار؟ تو چه میگویی؟ من برای نجات دادن خانم سلن آمدم این زن یک قهرمان داشته میتواند این هم باشد منم و تو چی؟ خانم سلن یک قهرمان دارد آن منم تمام این را از خاطر نبرو شودکنون بحث کردنتون هیچ در کار نیست تشکری زیاد در کار نیست فهمو؟ خواهش میکنم خانم سلن هر زمان فرمان برداری شمایم خانم سلن اگر این شما را ناراحت کرده ایستاده باشد امر کنید من این رو در حال دستگیر میکنم چه خیلی دستگیر کردنه؟ ما در اینجا وظیفه شهروندی همون رو اجرا کرده به یک زن کمک کرده ایستاده سردار وقتی ملاقات آمد دیرید از اینجا میرویم چه خیلی سردار تو کی هستی؟ سردار من محافظتون هستم دیدید خانم سله این ساختکار برای خود را در نظر شما قهرمان نشان دادن آدم فرمایش دادن پای برده دان آدمان اینن این یک بازی است اینا فریبگرن چی؟ تو کی را دروغ گو میگویی چهارچشمه حاضر من تو رو تو چی گفته ایستاده دیوانه ای؟ خانم سله با خدا که با او باور نکنید تهمت کرده ایستاده است این گوشلخه نسبت ما رشک کرده ایستاده است تو درباره کدام مناسبت گپ میزنی ها ابله خانم سله لطفا مرا ابله نگویید خواهش میکنم خانم سلن هیچ خاطر نشوید من این ابله رو برای بند تشکیل کردهش در حال دستگیر میکنم امر کنید فرمان بردارم تو درباره کدام جرمی بند تشکیل کردن گپ زده ایستاده ای تو عقلت را خوردی گوشلقه عقلت را خوردی چه خیلی دستگیر کردن من در اینجا وظیفه شهروندی ام را اجرا کرده ایستادم با یک زنی محتاج کمک کرده ایستادم ای بیامان بازی ساختت آشکار شد چی گفتن تو را نمیدانی خانم سلن یک قهرمان دارد آن هم باشد منم سردار 300 سوم دیگر رو باید پرداخت کنی سردار چه خیلی سردار شما هم انتظار شود کمتر شما را هم دستگیر میکنم رو دندان رفیقم را شکسته ای در شرطنامه منیخل نبود عجب و چه شرطنامه شرطنامه چه خیلی شرطنامه پرتز یک دندان تعمیرش از 300 سوم کم نمی شود 2000 دادی 300 تای دیگر است خیلی نمایش ای برادر خیلی نمایش چی یگم کس به من فهمونده میتواند که در اینجا چی گپ است من میفهمانم خانم سلی این سگالدکی بیشعور کو برای قهرمان میشوم گفته 2 آدم را کیرا گرفته اینجا تئاتر تشکیل کرده است چه خیلی تئاتر مگر این خیلی ممکن است از این جامعه گذاشتم که شما را دوید در حالت ناگوار در دویدم و نجات دادم ای برادر زود پول را ده رفیقم را باید به دکتری دندان برم ای برادر صبر کن عصبی نشو همه کار رو برباد دادی باز پول میپرسی ای پوش دهنتا بوی ناز آمد برادر چهره‌ت معقول نیست نمیشناسمت بیا قبلت برم شودکنون بس است از هر جهتونتون بیزار شدم مانده شدم از پیش من نابود شوید آدمانتون رو باید یک طرف استن آخر خانم سلی خاموش شوید مرا راحت بذارید بیزار کردیده؟ ساز برا سیلن جان پیش نگاه بنزین داری برا بعد زنگت میزنم خب بعد زنگ میزنم برا گوشه میجا پول مولت نمیتونم همه کارا برباد دادی در پیش سیلن شرمنده پیش درای خدا زند شما را ای برادر من آخر تو رو نزدم دم تبگی لعنتی ها از بوده یک کار هم نمیبرای ها بلا زند شما را تو ای حیوان های بشاق دف شوید از اینجا خدا زند شما را
کنی دهانت را کشو. خور اپای سیوال تو را سیر میکنه. بسیار خوب میخورد، بسیار شیرینه که تو. دامولا اگر همین خیلی اکرام کند دندانهایم را میشکند. اون دندانهایت را شکنه چی میشود که به پیش برآمدن؟ خدایا با این کودک نگاه کن. کنی دهانت را کشو. خور سوپر قهرمان خوراک میخورد. یا خدایا. زود آن را هم بخور. کنی گیر. اشتهای تام؟ خانم مرحمت. تشکری زیاد. من در آشخانه کمی کار دارم. شما رو تنها گذارم. اقلا یک چای نشید. نه نمی نوشم. با شما اشتهای تام میبینم تنها نیستید. خانم زهرا از کودک شرمه دارید. دخل نکنید. طوله که شده بوده ای گپ در باره سفر رفته شده است. بسیار با عقل بوده است ماشاءالله. همه خیلی از بسیار با عقل. شما این گپ ها رو با کی گفتید؟ هیچ نفهمیدم. با تو رشک کرده شده است. نه عزیزم چه خیلی رشک ما رشک ندارم. من تنها برای اون این کودک در حقیقت بسیار با عقل است. یه آفرین پسر جانم. کنی تو یک با پیش اپاد رو ما باشیم. کلان ها یک صحبت کنیم. در اینجا آدمی کلان یک تا است. اون هم منم. هر دیگتان مانندی کودک رفتار میکنید. کودک بازی نکنید. راست جان راست. من همشینم. کودک آفر. مانند شما؟ بسیار خنده آورد. تو هم با این دو زیاد باور نکن. به فکر من هم در حیاتتون یگان زن هستن؟ چی؟ سیوالا؟ شما چی ها میگوید؟ مرا برای او ترک کردید همین خیلی؟ خانم چی سفسطه میگوید؟ سمیرا باشد بهانه پیش میارید. گوش کنید خانم زهرا شما با فکرم عصبانی هستید. با جو سیوال کسی دیگر رو نیفتید مگر؟ این در این زن شما چی دیده اید من نمیدونم. با من وعده دادید که با من ازدواج ساخته میکنید ولی به وعدهتون وفا نکردید. بس است در حقیقت بس است. وعده داده بودی من هم آخر قلب دارم کو. الا اعتراف کردید؟ چرا اعتراف کردم؟ سیوال را دوست میدارید همین تفنی مگر؟ کار تو چی؟ کاری من چی؟ بله. چه کاری من چی؟ ساخته هم باشد شما فاتحه شده من هستید میفهمید؟ اکنون فاتحه شده تو نیستم. نمیفهمم چرا این رو از آدمان پنهان میکنید؟ چرا از آدمان پنهان میکردم؟ البته برای شما هیچ چیز است گوش کنید ولی برای من این خیلی مهم است فهمیدید؟ از روی اونه که آدمان ما رو فاتحه شده میدونند شما باید مانند فاتحه شده رفتار کنید. این خیلی با زن و صمیمانه رفتار کردنتان مگر به شما زیبنده است؟ خانم زهرا این گفته هایتان رو کمک خودتان میکردید باور کنید حالا ما رو بسیار خرسند میکردید. باز به اول برگشته ایستاده ایم همین خیلی؟ باز به اول برگشتیم. شما یک موضوع رو توب داده به من میارید. من چیکار کنم؟ چون که به وعدهتان وفا نکرده ایستادید مرا در نیمه راه پرتفته ایستادید. خانم زهرا شما هم به من وعده داده بودید اجرا نکردید فراموش نکنید. اینقدر یکرو هستید. من در حیاتم با این خیلی آدم یکرو روبرو نشده بودم. من با شما دیگر بحث نمی کنم. باید بگم که بگاه بابایم شما را انتظار است برای گفتن این آمدم. خدای توبه این دختر رو هیچ رام کرده نتوانستم. اپا خوب هستی؟ خوبم کمی سرم تاب خورده ایستاده است. خوبم. چرا در حجره خودت خوب نرفتی؟ براحت خوب میرفتی؟ هیچی دونم در اینجا دراز کشیدم. شاید تو میوی گفته کمی خوابم برده است. جانکی من چی کردی؟ گپ زدی؟ گپ زدم با معشوقش گپ زدم. چی؟ متاسفانه همین خیلی. اپا جان من این خیلی فکر میکنم که این زن کسی نباشد در گذشته مانده است. پیش از تو رو شناختن یزنه اونالم از همین سبب تو هیچ غمگین نشم. یزنه اونال اصلا این کارو نمی کنه. خیر مادش من با پایان فرایم بگاه داملازی می آید.
چرا می اومده است؟ چه خیلی چرا می اومده از فوتیه شده من است؟ گوش کنه این هم تو را فریب دارد میبینی. مالش نکن مالش تو استراحت بکن. ساده ای من ساده ای تو همه‌شون یک خل هستند. خواهر عزیزم اکنون باز هم به تو نزدیکترم. همه رو ترک میکنم، اصلا تو رو ترک نمیکنم. کیرز جان سوزی سفرو بخیر. خوبم، به قصر میروم. آقای اکرم دعوت کرده است، با او میخورم. و ینگه زورو را دیدنی میری؟ سوار شب برام. نه شوکت، نه، من از این کار بیزار شدم. اکنون همش رو میفهمم. چی؟ домлозиё ба ту аниқ дар ҳаёташ ягон кас набуданашро нагуфт? نگفت لیکن در حیاتم یک کس بود نگفت ولی یک طوری گفت که به تو دخل ندارد گفتگی بریم. хайр чӣ кор мекунӣ? ин корро ба охир мерасонӣ? اصلا سلین این رو با بابایم گفته نمیتوانم. او بسیار میرنجد. دخترها درباره چی صحبت دارید؟ ҳеҷ ҳамин хел дар бораи чизҳои нолозим гап зада истодаем. زورا جان این داملا زیادی رو در کجاست؟ وقت آخر نمیتابد؟ کاری تو چی سمی؟ یا خدای توبه، تو چرا زود عصبانی شدی؟ тамом сами ҷон бисёр гап назад. ای سلین من هیچ چیز نگفتم آخر. تنها یک سوال عادی پرسیدم. نپرسمی نپرس. ای تو چی قدر به من سوال میدهی؟ از پشت تو باز یک مشکلی دیگر رو پس سر کردن نمیخوام. فهمیدی؟ مایلش من نیتی بد ندارم. مایلش همش مانند خاصی تو شود، اما این حسیات های نسبت تو داشتم رو اصلا تغییر نمیدیم. این رو فراموش نکن. خدا نشان ندهد زهرا باید از دامولازیا جدا نشود. نه این باید نشود. اپای حاله چرا گریه میکنی؟ خوب هستی؟ هیچ چیز نیست ملیس، خوبم. اپای حاله خوب هستی؟ با تو چی شد؟ خوبم کمی سرم تاب خورد. بیا تو رو به جای خوابت برم کمی استراحت کن. نه عزیزم نمیخوام. ملیس جون تو داروهایم رو میاری؟ مایلش میارم. در کجا هستن؟ در حجره زهرا در جزدان. مایلش اینجا انتظارش زود میایم. در کجا باشه؟ این چیست؟ اینی زهرا. دامولادیا خوش آمدید. آقای اکرم انتظار شما است. اکنون من چیکار کنم؟ چیکار؟ میلیس فکر کن. شام بخیر. دامولازیا خوش آمدید. دامولازیا خوش باشید بابا. مرحمت. بله چون دامولازیا هم آمد بسیار گپ را کشال نمیدین. زود مسئله را گپ زدن میخواهم. دامولازیا چقدره که در بینتان بحث خوردکک گوید هم در اصل قهری بودنتان را فهمیدم. چون همه آیله همون در اینجاست. این قهرگی را از بین بردنیم. آقای اکرم من درباره این مسئله برای با شما گپ زدن آمدم. در اصل با زهرا استد
شما جدا شدن نمیتوانید. زهرا زهرا حامله دار است. چی؟ چی؟ حامله دار؟ بابا یک دقیقه شما خطا فهمیدید. همین خیل بابا جان من حامله دار است آخر بابا. وای وای کاری کرده دومولو رو بیننده. از تو پرسیدم زهرا. بابا جان این خیلی چیز نیست. چه خیر من حامله دار. زهرا این را اکنون از ما پنهان نکن. خاموش شود. این چی شرمندگی است؟ دامولوزیا این چی گپ است؟ آقا گوش کنید، در بین بسیار نافهمی بزرگ است. خانم ملی شما هم سفسطگویی رو بس کنید. من سفسطه نمیگویم، این را از حجره زهرا یافتم. از حجره زهرا؟ بله. زهرا؟ چی خیلی زهرا؟ من یک آخر حامله دار نیستم. دروغ میگوید. این چیست؟ یک دقیقه ما رو گوش کنید. تو خاموش شو. زهرا گپ زن. بابا جان گپ زده ایستادم آخر سفسطه میگوید. بله سفسطه گفته ایستاده است. دین هر دویشان یک گپه شده سفسطه میگویند. با فکر من این یک نمودی اصلی نوی دامولوزیا است. چی؟ داماد؟ آقا در بین بسیار خطاگی بزرگ است میگویم. من آخر اینجا برای گفتنی آمدم. برای گفتنی چی آمدی؟ چرا آمدی؟ برای با زهرا جدا شدنم رو گفتم. زهرا را چخیل با کودکی در بد نشبوده میپردایی. باز دامولا هستی. تو هیچ وجدان نداری. این کودک از من نیست. پس از کیست؟ زهرا تو حامله داری؟ دامولو این چه خیلی گپ زدن است. سخنتان را دانسته زنید. داماد چرا خاموشی؟ برای چه آمدی؟ بگو. این آواز دندان بود؟ نفهمیدم. آوازی چی؟ صدای دندان. اوه مگر من عقلم را خوردم؟ حتی صدای درونی رو شنیده ایستادم. یا که صدا از بیرون بود فهمیدنم در کار. آقا یک صدای دندانتون رو میبرآوردید. چی؟ چی کار کنم؟ صدای دندان یعنی این خیل، یعنی هنگام گپ زدن صدای عادی که میبرآید آدمان میشنون کو. تو چی گفته ایستاده ای داماد؟ چی هم میگفت؟ بهانه جستجو دارد آخر بهانه؟ ای بس است آخر من رو یک بار گوش کنی؟ تو دخالت نکن گفتم حله. داماد کنی گپ زن؟ آقا چرا گپ زنم؟ بله بابا جان چرا گپ زند؟ این خیلی چیز نیست. آخر من حامله دار نیستم میگویم. آها بابا جان کاری شدگی گذشته است. اصلاح کردن نمیتوانند. بابا جان آن کاغذ اوزی از زهرا. خاموش شو گفتم حله. بهوده خواهرت را پشتیبانی نکن. تو چی خیلی این کارا کردی داماد؟ ما تو را دامولا گفتیم. دامولا بوده است. ملیس دخترم ای بست آخر. آخر من چیکار کردم؟ باز چی کار میکردی داماد؟ آقای اکرم گوش کنید، در بین نافهمی از باور کنید من همانند شما در حیرتم. این رو باید پیشتر فکر میکردید. من چی رو فکر کنم؟ باز میپرسی ها؟ ای بست آخر این با تو هیچ نمیزیبد. بابا جان کمتر آرام شوید. آرام شدن نمیتوانم. این قدر بی‌طاقت میبودید زودتر آیله دار میشدید. در پیشتان یگان مانع نبود. آی زهرا گپ زن آخر چرا خاموش هستی؟ گپ زده ایستادم آخر فهمیدن نمیخواهند. شما خودتون گپ زنید. من چی گپ زنم؟ حامله دار تو هستی کو. دامولا شما چی ها گفته ایستادید؟ این چی خیلی گپ زدن است. سخنتان رو اندیشه کرده گویی. این صدای بیرونی بود.
چی؟ یا خدای توبه، من این گپ رو کمی پیش از دهان تو شنیدم. این چه خیلی کار است؟ داملا بسیار خوب رفت ایستادایی. این اصولهایتان رو حتی من اجرا کردن نمیتوانم. شما چی میگوید آقای فروخ؟ چرا اجرا کردن نمیتوانید؟ این بین خودمون میمونه. کنی یک لحظه در بین هر دوی شما چی گپ است؟ هر دوی شما از پشت کدام کار هستید؟ هیچ چیز نیست، کارتون نباشد تولی. زهرا اینجا چی شده ایستاده است؟ من هم کوشش دارم که چی شدنش را فهمم سلین. باز دومولو شرم ندار، حیفت بوده مردنت به. اوه بس است آخر، این قدرش از حد زیاد است. بله این قدر زیادی بد شد تولی. چی زیاد است فروخ؟ چی؟ شرمندگی. چی زیاد داملا؟ کمو زیاد یک طرف همش اشکار است آخر، اشکار. حیف بود. باز دومولوی ها در اینجا زهرا رو با کودکش پرتافته میروی و شرم نمیداری ها؟ خدایا توبه، او چه خیلی کودکه؟ داماد در حال این رسیل را سفید میکنی، در حال. آقا چرا تازه میکنم؟ آخر در من یگان چیز نیست، خطاگی هست میگویم. باز دامولایی تو این کارا چه خیل کردی ها؟ چی خیلی این رو کردم بابا جان؟ چی خیلی نیکو؟ امام ها آفرین مادر جان، با واسطه امام نیکو کردن همین خیلی دامولا. چی خیلی نیکو؟ دیوانه میشم. در اصل من دیوانه میشم. گوش کنید آقای اکرم، هیچ کس از من حامله دار نشده است. این خیل کار هم غیر امکان است. آخر ما حتی قریب با زهرا دست به دست نمیکنیم. آخر این خیل نکنید. نباشد چی؟ نباشد کودک از اوقیسیو هست؟ چی؟ این بابای چی علاقه دارد یانگه؟ خدا نگاه دارد زهرا. سلین مرا دیوانه نکن. شرمندگی. آقای اکرم بینید نبیره دوست داشته اتون چی کار کرده؟ مادر شما چی میگوید؟ چه خیلی زاغسیو؟ کودک از اوقیسیو هست؟ داملای مسئله زاغسیو از کجا بر اومد؟ سمی دمت رو گیر. اگر نگیرم چی؟ گوش کن، لطه کوبت میکنم دیگر با خود نمیوری. پتی بسیار بکنی. بینید داملو چی میگوید؟ شد اکنون مرا یک دقیقه گوش کنه. زاغسیو از کجا بر اومد اکنون؟ خودش چی گپ زهرا؟ بابا جان با زاغ سیاه یگان علاقه مندی نداردی. بس سکنونه من دیگر طاقت این خیل ساسته ها رو ندارم. حسابی این همه رو از تو میپرسم میلیس، به همش تو گناهگاری. این رو بینیده گویا که من با تو گفتم که حامله دار شم. زهرا التماس فقط تو گپ نزن. شرفی اویلامون رو پایمال کردی، باز هم گپ میزنی ها؟ شرمنده. زهرا چرا این خیل کردی ها؟ بابا جان من هیچ کار نکردم. میگویم زیا آخر شما هم گپ زنید. من چی گپ زنم زهرا؟ با حامله داری تو من گناهگارم مگر؟ اکنون حالا گناهگار منم؟ آفرین. با خدا من گناهگار نیستم، خفه نشوید، من به گناهم. اینها رو بینید گناه رو با کردن یک دیگرشان میپرتویند. بس است آخر یانگه. چی بس است زهرا؟ چی؟ هم گناهگاری هم گپ میزنی، هیچ شرم نکردی؟ یک دقیقه مرا گوش کنید. زهرا حامله دار نیست، من حامله دارم. چی؟ حاله کاش که یک کودک دار می شده، آن وقت همه چیز عوض می شد. اکنون بس از سر دارم، کار شدگی شد. حاله چرا این خیل میکنی؟ چرا میکنی؟ من نفهمیدم سردارم، این زنها چرا با ما این خیل رفتار میکنند؟ خانم سلن چرا مرا دوست نمیدارد؟ یعنی هله چرا شما را دوست نمیدارد سردارم؟ هله مرا دوست میدارد لبه. سردارم اگر شما را دوست دارد همین خیر رفتار میکند. بس هر روز چقدر رشت دارد، چخیل نمیدوند که چشم شما بغیر از او دیگر کسی را نمیبیند. پسرم چخیل گپ زده ایستاده ای در شخصی که با تو در دل میکند. اصلا ویران بود، باز ویران تر شد. عصبتون ویران شد سردارم؟ ویران شد. نابود که ویران شد. فرتو که باند سردارم؟ برای چی؟ طبق و کاسه میشد سردارم، هم دردهایتون رو فراموش میکند، هم عصبیت آرام میشود. رحمتی بیبی هم هر وقتی که عصبی میشد طبق و کاسه میشد. در حقیقت به کار میآید؟ البته به کار میآید سردارم، مرحمت کنید. در داخل ماشین کاسه شویی گذاریم چی؟ در این حالت عصبای ماشین کاسه شویی آرام میشود. آرام میشود میگویی؟ بیشوبه. اولی بشو. خواهی مایلش. با خدا خوب بوده است. البته خوب است، لیلی بیوده گپ نمیزنه. خوب بوده است خوب.
حله جان این رو برای پشتیبانی کردن زهرا گفته ایستاده ای به فکرمون. آخر اینقدر وقت حامله‌دار نشدی و حالا هنگامی جدا شدن حامله‌دار شدی؟ های ینگه جان عیناً هنگامی جدا شدنم حامله‌دار شدم. حله جان گفته‌ات راست است. بله بابا جان راست است. آه خدا نبیرم کودک دار میشد. ما عائله بزرگ هستیم. آه خدا جان جانکی من عزیزی من بابا جان خاله میشم خاله زیبایک بله خاله میشمی مبارک شما کودکم. حاله جان تبریک میکنم همین رو بر وقت نگفتی آخر اجازت ندادید که گفم رو گفت زدم. عذر میپرسم من خطا فهمیدم. بسیار خطا کردی خیلی هیچ گفت نه. تبریک میکنم اپای حله. تشکر جانکم تشکر. حله جان بسیار خرسند شدم. خداوند به پدر و به مادر کلان نکند. همین خیلی میگویند گو آخر شیرینکی من. هیچ خیلی عائله عجیب است. با خدا خوش شد که دور رفتم نباشد عقلم رو میخوردم. خدا با من رحم کرد با خدا. یا خدای من یا خدای یا خدا توبه. خوب که افتیدم. در هر حال شانسم افتید. این نشانه بلند مرتبگی می باشد. حله جان نهایت با من نوبت رسید. من بسیار مادری غمخوار زیبا میشم. تشکر سمی جان سلامت باشی. یک دقیقه دامولوزیا کجا شد؟ رفته است. سردارم دستتان درد رو نبیند یلقف میکنم. رحمت عصباتون آرام شد؟ بله آرام شدم. من گفتم که سردارم باز ینگه حله رو یاد کرده. لوین بیا بیرون لوین با تو کمی نوش جان کنیم. نه سردارم راستیگه بخم مزم نیست. پس با که فروخ سنگ میزنم شاید او میرود. سردارم این خیلی نکنه. چرا برای خلاصی نیست؟ سرداری من نباید مینوش قمارباز زنکباز و خولیگان و رازن قدی کوچک شود. این کارها به شما زیبنده نیست رفیق سردارم. لوین تو چی گفتی دادی؟ دیوانه مگر کمی بنوشم تمام. دایم همین خیلی سر میشود سردارم. اما شما هم راست میگوید عائله زیبایتون از بین رفته ایستادن و شما هم نمیدونید چیکار کنید سردارم. از بین رفته ایستاده است؟ بله از بین رفته ایستاده است. بینید آخی به شوخی ینگه هله حال هم نآمد و فکریم دیگه نمی آید. در حقیقت نمی آید؟ نمی آید البته مگر می آید زنق است فریب خود است فریبش کرده. اگر من هم بجای ینگه هله می شدم اصل با پیشمو بر نمی گشتم. تو چی گفتی استادی پسرم؟ ینگه هله می آید. صدای از درون دلم می گوید که می آید. خفه نشوید سردارم اما صدای درونتون شما رو فریب میکنن. ینگه هله شما جدا می شود به کسو بینوا میمونید. بروتاتون سیخ میخریزن. کلوشی نمیایی که در پاچت بپوشی. در اسبه های شهر مانند بینوان با درد و عذاب زندگی میکنید سردارم. ای پسر تو چی دیوانه ای؟ خودت رو هم مرا هم ناراحت کردی. عجب کاره. از تو اونال امیدم رو کنده بودم. با خدا این برای من حتی برای هممون سورپریز شده. من در هیجانم. جانکم من از همه شما یک خواهش دارم. بگو. من حالا این رو با اونال گفته نمیخواهم. هیچ کس از دهانش یگون گپ نبرورد میلش. چرا حله؟ چرا؟ نامشروگی رو گوشش رو کش گفتم. اونال زنگ زده ایستاده است. اما در این باره با او یگون چیز نگویید. مایلش علی مایلش لبای اونال جون مایلش با کجا؟ البته می آیم
مایلش تا بازدی تمام. چی گفت؟ گفت که در یکم جوا خورده با همدیگر درد دل کنیم. در همین ساعت؟ بله. یعنی تو هم خسته میروی ها فاروق؟ بله میروم. با من اجازت ها؟ علی جان چرا تو این خبری خوش رو با اونال گفتن نمیخواهی ها؟ اما من حالا آماده نیستم که با او این خبر رو رسونم. وقتی که تیار شدم همش رو با او میگم. مایلش عزیزم مایلش. فاروق دیر شد خوب میرویم. با فکر من اونال رو زنگ زده گوی که دیر شد من اومده نمیتوانم. در یگان موضوع یک روی میکند. شما باشید مقابلی آن رو میگویید. حتی از او هم زیادتر یک روی میکنید. فرض میکنیم با شما داد زد. شما بلندتر داد میزنید. نه میروم گفتم. تو با این کارها خوش نشو. دخالت نکن گفتم. این خودش دیوانه شده است و مرو هم دیوانه میکند. چرا این درک شده نمیشود؟ کیلاس آروم شو. خیلی کلید میشکنی بچه. خدا توبه با این کلید درک شدن چی مشکل بوده است؟ بچه همه اکه مزفر همه خونه را بواری کرده دوده. در نشکنی در بالمونه. یا خدا توبه. همه کلید چکرتر بخوری. کیلاس تو چیکار کرده ایستاده ای؟ چیکار کرده ایستادم؟ بچه در پود رو سمیستی؟ مگر پایم ماندن؟ بعد از فاتحه ساخته کمتر دیگر موند که پدری ساخته می شدیم. ای خدایا هیچ کس مرا احترام نمی کند. آشکارا با حامله‌دار کردن زهرا گناهکارم کردم. برادر آخر تو با این دختر اویله‌دار نمیشوی؟ چرا عصبی میشوی؟ چرا این نمی براید؟ اما چرا درون این توفلیک موزه پوش داری؟ برادر حامله‌دار شده باشه فرقش چی؟ بی زحمت صاحب فرزند شدی. شوکت سفسطه‌گویی رو بس کن. باز آغاز کردی ها؟ غم نخیر برادر. گاهی به گوسالا قیمت‌تره. ما شو غمگین اگر دختر بیزادی. خالش به او بازیچه های بسیار میخرد. اپا جان شاید از نی اونالم کودک دار شدن تو را از تو زیادتر میخواهد. در حال باید بگوییم. زهرا اپا جان التماس زود ناراضگی به او نکن. او پدر کودک توست. از او حقیقت رو پنهان نکن. درست بابا جان. بس آخر حال راجع زن مجده را با دیم. نه بابا جان نمیخوام. حاله نه گفتم بابا جان اونال با این ارزنده نیست. حاله مگر یگان چیزی هست که ما نمیدانیم؟ اونال همه رو فریب داد. چی؟ اپا جان یزنای اونال این خیل کار نمی کند. فریب کرد؟ شراب به من نگفتی؟ چون که شرم داشتم. دخترم چرا شرمی داری؟ اگر شرم باشد همان بد اخلاق شرم کند. بابا جان التماس آرام شوید. آرام شدن نمیتوانم. تو را با کی فریب دادم؟ بی ناموس بگو. بابا جان درباره این بد گپ زنی من خودم رو بد حس میکنم. به آن احمق هیچ چیز نگو. آن احمق اصلا به پدر شدن ارزنده نبود و نخواهد شد. بابا زیادولا رو مرا میزده است. یا خدا توبه روی مرا کبود میکرده است. مگر این خیلی میشود؟ یعنی دومولوزی و زوگ بسیار است. ایو نه این چه حال هستن؟ کمتر خورسندی کنن. خورسندی رو من چی کار کنم اکی فرو؟ مانند بدبخت بدوی هم اگر از پیشم گربه سیاه گذرد کارم نابرار می شود. حالی رو بسیار یاد میکنم اکا. وضعیت همین قدر جدی است اونال؟ هیچ نپرس. مگر با اونال پدرشون رو گویم این خیلی نمی شود. آخر به حالی وعده داده بودم که خوبش خاموش شدن در کار. اوف اکا من با این حالی چی کار میکنم؟
унал ман шахсеро медонам ки ба ту кӯмак мекунад. аз ростӣ ака? бале аз ростӣ. вай одам духтури ишқ аст. духтури ишқ? бале. гӯш кун, ман ба ту чӣ хел фаҳмонам? яъне ҷуфтҳое ки муносибаташон вайрон мешаванд вай таъмир мекунад. охир ман ҳам аз ӯ кӯмаки касбӣ гирифтам. эмониде? бале. тунин ҳоло ба ман чунон рашк дорад ки чунон аз пуштам медавад бини боварат намеояд. эмонид, рост мегӯям. ҳоло ман аз пушти ӯ намедавам, ӯ аз пушти ман медавад. бовар намекунӣ? ба ман нигар унал, магар ягон тағйирот намебинӣ? яъне дар рафторат, дар пӯшиданат каме тағйирот аст ака? бале, ана ҳамааш ба ёрдами ҳамон кас аст. кӣ будааст ака? эй, кӣ мешуд бо ҷаи ту домулозиё? домулозиё? бале. имон? бале. духтури ишқ? бале писарам, ӯ аллакай мутахассиси ишқ шудааст. охир як фикр кун, магар зуҳро чаро ба домулои масҷид ошиқ шавад? хуб фикр кун. ба худо дуруст. ӯ чунон усулҳоро меомӯзад ки чунон усулҳоеро ки боварат намеояд. ӯ психологияи занро об бар ин омӯхтааст. унал, ту чӣ мегӯӣ ака? бархез меравем, бархез. охир айб шуд, ман ҳоло ҳам бо ӯ шинос нашудам. рафтем ака, рафтем. майлаш, меравем. ӯ дар ин соат охир намешавад. ӯ аз маҳалла кучидааст, ман суроғаи вайро намедонам. ака, пурсупос карда меёбем. ту бархез, рафтем охир, ӯро меёбем. шин камтар сабр кун. унал, гӯш кун, ваъда медиҳам ки пагоҳ меравем. биё ҳоло камтар истироҳат кунем. майлаш ака. домулозиё, духтури ишқ мутахассис аст. унал, мутахассис. ту чӣ мегӯӣ ака? духтури ишқ аст, духтури ишқ. бисёр аҷоиб. кани бинем чӣ ҳилаҳо дорӣ домуло. дар ҳақиқат агар зоғи сиёҳ бошӣ ошкор мешавад. чӣ шуда истодааст? сами чаро домулозиёро таъқиб карда истодааст? ё ки аз домулои сохта буданаш шубҳа кардааст? ё худоё, илтимос нафаҳмад, илтимос. зӯроҷон, рост ба офис меравем ё ин ки ба маҳалла ба назди домуло зиё? ҳамон зиёро мон селин. нашунидӣ дар он ҷо чӣ гуфт? зӯҳро, ту ҳомиладор ҳастӣ магар? фаҳмонда натавонистам, қариб ҷонам зада барояд. ҷонам, ӯ охир ба издивоҷи сохта розӣ шуд. қариб буд ки падари сохта мешуд. шах шуданаш аҷабӣ нест. ту аз тарафи ки ҳастӣ селин? аз тарафи домулозиё ё аз тарафи ман? чӣ алоқа дорад зӯро? худоё тавба. خانم سوان домуло. بیایید با شما کمک کنم. домуло, заҳмат накашед. استغفرالله، چه خیلی زحمت. با مغازه شیرینی ها؟ бале, аз бозор омада истодам, як ду чиз лозим буд. در دکان مال نمانده است گویید؟ اینجا چی گپ است؟ خودتون رو بسیار اذیت ندید. майлаш домуло. зӯроҷон, аз домуло зиёд ҷудо шуданатро кай ба бу бояд мегӯйда? ба фикрам дилаш мекафад. магар дигар чораи дорам селин? чӣ кор кунам? домулозиёро дуздам? чӣ кунам? рост мегӯӣ. аниқ дар ҳаёти домулозиё касе ҳаст бо эҳтимоли калон. севал ҳеҷ аҳамияте надорад. ҳар касе ки бошад набошад, ба ӯ хушбахтиҳо хоҳонам. ҳеҷ парвои надорам. худоё тавба. инҳо домулозиё ва севал нестанд магар? ҳозир ба ту гуфта будам ку севал ҳаст. як рави ахмақ. инро бин, вақтро гум накарда севал ба домулозиё часпидааст. инро ба ман чӣ хел раво дидӣ, ҳа? домулозиё? ин ҳама доду фарёдҳо барои дар ҳаёта шахси дигар буданаш будааст.
باز این همه رو رد کرد ایستاده است ها؟ همین خیر رد نکند که گویا گناه ندارد. در حیات من کسی نیست گفت برای کاری کردنش رو پنهان کردن مرا گناهگار کرده ایستاده است. مایلش عزیزم آرام باش. چه خیلی آرام شوم سلین؟ چرا او با من چنین رفتار میکنن؟ من حالا انگشترینگ رو از دستم نکشیدم. انشالله سمی یگون چیز رو اثبات کردن نمیتوانم. خدایا التماس دامولا زیا از او را جدا نشود. بین او رو بین. چی خیل خالته دختر رو میبردارده؟ با فکرم خودش رو جنتل نشان داده ایستاده است. سلین اونا رو بین چی خیل مهربانن به هم. سلین من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. من میبرم. ایست با کجا میروی؟ ایست نمیدونم خیر میبینیم. شرم ندارید یک به حالتو نگرید؟ باز فاتحه شده اید شما؟ خدای توبه چی شده است به حال من؟ آفرین زهرا گپی آمده رو بگو جدا شوید آخر به آخر رسد. انشالله با یک دیگر جنگ نمیکنن، از یک دیگر جدا نشوند. باز به حالم چی شده است گفتم میپرسند. کاش که در بین محله نمیدیدم. بسیار شرم داشته ایستادم دست پیشی چشمی همه. خانم زهرا در بین محله چی رو دیدید عجبا؟ حالا هم رد میکننده؟ راستی گپ ندارم. شما را دیدم بازانی بیگانه دیدم. میفهمید چی؟ خانم زهرا شما چی ها میگوید؟ چی رو رد کرده ایستادم؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ لیکن به هم دیگر زیبنده اید مثل دیگ و سرپوشش. خانم زهرا چی گفتم اتون رو فهمیده ایستاده این؟ باز فاتحه شده هم میشوید شما. باز مسئله فاتحه اون کار به آخر رسیده؟ دامولا شما جدا شده؟ این رو بینن چه خیلی خورسان می شود. جدا نشده ایم عزیزم. بین انگشترین ایستاده است. ما جدا نشده ایم حالا. بابا خیلی نگاه نکن. چه خیلی نگریستم که گوش کنید. هیچ کس از خفای من حیله کردن نمیتواند. فهمیدید؟ هیچ کس. برو جان شد اکنون آرام شو. آی دامولا من به تو نگفته بودم که در گردی سیول تاب نخور. اکنون من به تو نشان میدم. خانم آخر خیلی نکنه شرمنده شده. دامولا ها باز همین تو نمیرسیدی احمق. من به تو نگفته بودم که از سیولم دور است ها؟ برادرم از نزدم دور شو و خدا با تو سر و کار گرفتن نمیخواهم. با من که سر و کار گرفتن کی نخواهی از همسرم دور میستی فهمیدی؟ تو با گپای زده دقت دل. دامولا برای برداشتن خلطه های من اومد. کاری تو نباشد تو رفته کاری خودت رو کن. چی خیلی مرد هستی ها؟ چرا همسرت رو از فاتحه شده من دور نگاه نمیداری ها؟ خیر تو چرا فاتحه شده رو از همسر من دور نگاه نمیداری ها؟ چی خیل همسر ما جدا شدیم این رو قبول کن. تو هم قبول کن که همسر من هستی و همین خیل میماند فهمیدی؟ نه من اگر سری تو رو نکپونم عقلت به کار نمیداره. زرواری لازم نیست. گپ زده حل میکنیم. گپ زده هیچ چیز رو حل نمیکنیم. اینجا بیا. این آدم کنعان نیست؟ چرا اون به سوی من دویده ایستاده است؟ این کو با فکرم فهمید که من نظارت دارم. چی شده است؟ با این ها چی شده است؟ سمی چرا از کسی امیدوان؟ سمی خدای توبه خانم زهرا در بین محله چرا این مسئله رو میکشوید؟ نزد آدم ها شرمنده کردیده. این کس رو بیننی شرمنده کردی میگوید شما به خودتون نگاه کنید. بس است آخر گویا در حقیقت فاتحه شده هم هست. چه خیلی رفتار است؟ چه خیلی میشده است ملازیو؟ حالا امیدوارم که شما ما رو فهمیده ایستاده. با خدا نمیفهمم خانم زهرا. علاوه بر این چرا با خانم سیول اینقدر بد رفتار میکنه؟ مگر با شما زیبنده است؟ گوش کنید من اصلا برای کار دینه شبه شده حضور پرسیدنی اومدم اما این رفتارهای شما را دیده شیما شده ایستادم. حالا آن مسئله است؟ خفه نشوید اما این تنها یک خطا فهمی خورد بود. خطا فهمی خورد؟
این چی گپ کمی بود که پدری ساخته میشه. گویا که من برای مادر ساخته شدن حوث زیاد داشتم. با خدا اون طرفش هیچ معلوم نیست. شما چی گفتن میخواهیدن؟ من هیچ چیز گفتن نمیخواهم. افنون درباره این مسئله ها گپ زدن در جانم زد. دین شب با بابایتان همش رو فهماندن آمادم. پای بود بدن؟ با کجا میروید شما نیستید؟ من حالا گفته‌هایم تمام نشده است. با کجا میروید آخر مرا گوش کنید. آرام چه خیلی آرام شدم که مرا پرتافت رفته ایستاده است. مرا گوش نمیکند. مادر این سوال از حد گذران بسیار هم. چی شد؟ من میکرو دستگیر کردن نتوانستی؟ باز از دستم رها یافت. تو چی خیلی نگاه داری؟ سوال دامولا زیو فاتح شده است. فهمیدی؟ چرا این رو دیده و دانسته با او بسیار گپ میزنی ها؟ نمیخواهند که کسی فهمد، اما آنها جدا شدند. دامولا زیو کارو به آخری رسانده است. زهرا از قفایش دویده ایستاده است. حتی مکانی زیستش را عوض کرده است. او از آن دختر گریخته ایستاده است. جدا شدند. این داملازیا فاتحه را رد کرده. اگر از زهرا جدا شود سیوال ما را کاری کرده فریفته خود بکند. کاری کرده آنها را آشتی کناندن لازم. بله گوش کن، جنگی بین آنها با تو یگان تعلقی ندارد. چی کار کردنی من هم با تو هیچ تعلق ندارد. من یگان چیزی بد نگفته ایستادم. برای خوبی تو گپ زده ایستادم. بگذار خوبی خودم را خودم فکر کنم. دکترم گفته خوبی همه چیز را دانستن از شرط نیست. چی علاقه دارد؟ چی ارتباط دارد؟ من از این بعد به هیچ چیز همراه نمیشم. به هیچ چیز. فهمیدی؟ چیزی که میخوای کردن خوب میشود. به تو خانم به تو در دست سیوال خالته ها بودن. چی بود؟ چه شد؟ یکو مشکلی دارید؟ دامولو از شما یک چیز پرسم. شما چقدر فاتحه شده اید؟ بخشش این سوال کم در خطا شد. در اصل من میخواستم پرسم شما چقدر دامولو هستید؟ باز چی شد؟ دامولو زیا التماس از سوال دور ایستید. به نزد فاتحه شدگیتون روید. آخر دختر از خفایتون دویده ایستاده است. کمتر شرم کنید التماس. آخر این خیلی چیز ممکن نیست. تماما این رو به معنی به فاتحه شدتون فرمانید. روز بخیر. زیا من با شما دیگر گفتنی ندارم. در اصل من هم به شما یگان گپی گفتنی ندارم. دامولا زیا همه خیلمی هر نباشه چرا از قفای من دویده ایستاده ای؟ چخیر از قفای تو دویدم؟ من در حیاتم از قفای یگان مرد ندویدم. فهمیدید؟ انا همه کار اول داشته است. شما چی سفسطه گفته ایستاده در بین محله داد و فریاد نزنه شرمنده میشوید. داد میزنم. از شما میپرسم که داد زنم یا که نزنم. بگذار شرمنده شوید. داد زنی داد زدن گیر با من چیه؟ البته با شما چی؟ برای اون که شما بپروید. چرا؟ چون که من با شما فاتحه ساخته کردم و شما باشید به آن خیانت کردید. یا خدا توبه، من خیانت کردم؟ من گپ رو بینیده؟ شوخی کرده گناهتان را پوشانیدنی باشید خطا میکنید. در بین محله عشق ورزی کرده ایستاده. با چشمانم دیدم. باز همون مسئله چند بار فهمونم. در دست دختر خالته ها بودن گفتم کمک رسوندم. همش همین است. بیچاره است منی ها؟ کمتری دیگر مانده بود که این انگشترین رو برارم. در حقیقت جدی هست خونم زورو. طاقت کردن نمیتونم. با من این خیلی رفتار نکنید. بسیار ناحرمتی میکنید. من ناحرمتم؟ در اصل شما ناحرمتی. در بین محله داد و فیخون دارید. انگشترین رو میپرتویم گفته تهدید کردنی ها. انگشترین رو پرتوید من راحت میکنم. اگر خواهم میپرتویم، اگر نخواهم نمیپرتویم. فهمیدید؟ شما به این قرار نمیبرارید. انگشترین خوب برآمد عزیزکم. هیچ گپ نه. ایوازش میکنیم. مایلش عزیزم ایواز میکنیم حیاتم. مایلش خیر زهرا جان. شب میآیم. مایلش عزیزم خیر. شب باز دیر نمانه جانکم. ایرش برادر بس کوخی. مایلش باز گپ میزنیم. خانم زهرا شما خوب هستید؟ چی شده ایستاده سن؟ در اصل شما چی کار کرده ایستاده؟ یا خدایا خوبی کنیم گفتیم شما نفهمیدید به فکرم. یا خدای توبه کی به شما خوبی کرده ایستاده است؟ من به شما خوبی کرده ایستادم. ینگه تولینتون از اینجا گذشته ایستاده بود از همین سبب گفتم. چی؟ ینگه تولین گذشته ایستاده بود؟ شما چرا با دیگران پای خاص نکرده ایستاده؟ به فکرم شما میخواهید که بابایم جدا شدنمون رو از دیگران فهمد.
نه نفهمد. شما خودتون گوید از همه خوبش گفته شماست. مالش خاطر نشوید. میگویم شما اکنون براحت با دیگران رابطتان را تمام دهید. حالا هم عیناً درباره یک چیز گپ زده ایستادین. چه خیلی رابطه؟ بس است بخیر. با خدا که من ناراحت شدم. هیچ کس نیست. ملیس از قفای من تو بودی؟ چرا از پست میدوند؟ چی دانم چی دیوانه هست در همین محله است. با تو یگان ضرر میرسونن. گفته بسیار ترسیدم. چیکار کنیم؟ یک جای به خوراکوری رویم؟ میشود. رفتیم. یا خدایا دختر روبین چه خیلی اگرام است. از من نمیپرسد که مگر تو حسیات داری یا نه؟ استاد؟ بله هجری. استاد هنگامی راه گشتم به سرم یک سوال اومد. حسیات ها در معاینه سر به وجود میآیند یا در قلب؟ بخیر است هجری یکم وضعیت حسیاتی است چی؟ بله استاد. هنگامی در راه اومدن یک گربه رو دیدم. میدانید آخر هوا خنک است. آن بیچاره چی میخورد چی مینوشد به خدا رحمم اومد. با خدا هجری یعنی اگر معاینه سر نمی بود فکر کردن نمیتوانستی، خلق نمی داشتی، رحمت نمی آمد. در این حالت حسیات ها هم همینطور در یک جایش با وجود نمی آید. یعنی یک جایه در هر دویش با وجود. خدا راضی باشد از شما استاد. از تو هم راضی باشد. خیر هجری. مایلش استاد. ماشاءالله استادی عزیزم آدمی دانا است. فروخ میگویم که جوانهای حجره خوبمان رو ایواز کنیم. یعنی شاید ما هم ایواز میشویم. ایواز نمیشویم. السلام علیکم. پدر جان چی شد؟ بخیر است؟ بخیر. از خورسندی چی کار کردنم رو نمیدانم. فرزندانم یک فکر دارم. کنی شما به این چی میگویید؟ میگویم که شما حجرتان را به حلی و اونل دهید و آنها در این خانه زندگانی کنند. یعنی چی؟ یعنی میگویم که حجره شما کلان است. معلوم آنها کودک دار میشوند. شما به حجره خود میگذارید. پدر جان ما در دیگر حجره ایستاده نمیتوانیم. آخر خودش حجره خورده که ما خودمان بزوری میگنجیم. ما در دیگر حجره زندگی کرده نمیتوانیم. آخر چه زندگی کرده نمیتوانیم؟ البته پدر جان البته با شما چه خیلی معقول باشد. در این خانه حلیه را بسیار خوب نگاه کردن لازم است. دختر راحت کنند. آخر حامله دار است. کلین تو هم اکنون حلیه را از نزدیک خوب نگاه و بینی کنید. احتیاط کنید. بینید که دستش را از آب گرم به آب خنک نزند. میلش؟ البته پدر جان البته. مگر نگاه بین نمی کنم؟ آفرین دخترم آفرین. تعبم باز هم خوبتر شد. ما عائله بزرگ هستیم. آفرین اوه خدایا. یعنی همین خیل آخره همین خیل. های کالتا کلاس تو را پاره میکنم. پاره میکنم. اکا چی شد نمک؟ در کجا بودی ها؟ اکا در محله بودم. با تو خبری ناخوب دارم. چی شد بخیر است؟ داملوزی از او را جدا شد. تو چی گفته ایستاده ای؟ با خدا. وای بس از پشت آن زاغیسیان نباشد بله داملا آوازه ها را شنیده دیوانه شده انگشترین رو پرتافت. نمیدانم ممکن است همین سبب باشد. من از این جدایی بسیار غمگین شدم. اکا من هم غمگین شدم. البته غمگین شو. البته داملا زیا بسیار شخصی عزیز و پر ارزش است. غمگین شو. بین حتی نمک غمگین شده است. همه خیل نه برزگاه. بسیار غمگین شدم اکا. دلم سو. لعنتی چی خیلی که من میدانم داملازیا با تو معقول نیست. چی شد؟ بسرت گلدان افتید. آخرین خیلی نگو اکا. تو خودت نگفته بودی که ما از طرفی مرد هستیم. طرفی تو طرفی ماست. بگذار ما هم غمگین شویم. آفرین نمک.
ака хубаш мо онҳоро ошти кунем а? ҳай намок, ту чӣ инқадар нармдил шудӣ? ай офарин ба ту, ба худо қандата зан. иншо нигоҳ кун, ту ба ин барзагов чӣ кор кардӣ? ака ба худо ба ман ягон рубитае надорад. хеле хуб, бигзор ҳаме хел хуб шуда равад, ӯро ба ҳоли худаш гузар. ака ба ин гап задан фоида надорад. чӣ ба ин гап зани, чӣ ба девор, мисли тайлоқ аст. ай бас ҳастан яка шумо инҳоро аз афарго фармоиш медиҳед, яктоаш меяд, якто дигараш меравад. чӣ гап аста? ака иҷоза де ӯро як лату кӯб кунам. давоторро гиреде короборатон монанди мушу гурба мубориза бурдан аст. мемуред камтар боақл шавед. домуло зиёд дилу ҷигари мост, ғамгин шуданашро намехоҳем. рафта ин масъаларо ҳал карданамон лозим аст. чӣ хеле ки набошад мо аз тарафи мард ҳастем, аммо аввал ба хонум селин тӯҳфаи гирифтаамро мебарам. хайр меравам. ای خدا اینها از کجا برآمدن؟ شوکت لبای اینجا بیا پسرم، اینجا بیا. سلام علیک. چه شما؟ رحمت تشکر. تو دوملوزیو رو ندیدی؟ ندیدم. بخیر است. با دوملوزیو چی کار داری؟ من کاری ندارم، اونال با او کار دارد. کی باکو؟ مسئله شخصی دارم. بخیر است کمیسر. مسئله درباره چیز به خاطر کمک کردن میپرسم. آقای پسر شخصی گفته. یا خدای توبه، چنان نگفتید که گویا با دوملوزیو تکلیف ازدواج میکنه. توبه کردم. شوکت اونال با یک دکتر عشق احتیاج دارد. خواستم یک با دوملوزیو واخوری کند. آقا چی کار کردی؟ چی شد؟ این چیزی عادی است. از دکتر مصلحت میپرسیم، راحت باش. از اول میگفتید که برای همین کار جستجو داریم، در آخر میگوید آدم شوگانی میتیم. کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ شخصی گفتم آخه تو هم به این سوال میدی یا خدای توبه، از پیش خودم نمیپرسم آخه او رفیق نزدیک من است و رفیق به جای پدر است. این رفیق تو باشد بوجه من است. بوجه؟ بله شوکت دوملوزیو با اونال بوجه میباشند. آخر اما عجیبش در اون که ما اینقدر گپ زنان کردیم، فاتحه کردیم، شناس شده نتوانستند. انا با این واسطه ما آنها رو شناس میکنیم. بله، یعنی که شما بوجه، من دوملوزیو رو میارم، شما اینجا انتظار شوید. مایلش شوکت وضعیت بسیار تجلی است. آقا جون وضعیت بدی بعد من میفهمم میرم. شوکت تو رفته دوملو رو یاب با ما خبر ده، ما در نزد مسجد میشویم. مایلش روز من متاسکم میگیرم گید محله تو میخرم دوملوزیو رو میبرم. مایلش یک نامدون بره. با خدا دویده رفته. آمین تا چی شدش داداش؟ یگون کس مرا تعقیب کرده شدش؟ وای پسرک، تو از پس من میوی ها؟ من در بدی بعد در خوبی سوپر قهرمان هستم. وای باز از سوپر قهرمانی سر نکن. وای از من دور ایستو. گوش که پرابلم کدسته. تو چی ها گفته شده پسرم؟ مردک با خوبی نمیفهمی. من پسرت نیستم، من نام دارم. وای من بر قصد نمیگویم. وقتی گپ زدن از دهانم میبراید. اول تو سر کردی. پدر پدر پدر. پسرم پدر گفتن نیست. وقتی که پدر گویی به سرم بلا می آید. پدر پدر. تو چی دیوانه ای در بین محله داد میزنی؟ پدر خاموش شو. پدر. سید جان بد اخلاق، پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ انا چیکار میکرد؟ این آدم رو پدر میگوید. چه آدم گلی؟ نمیبینی او دوملو است؟ عزیزم دوملو هم باشد انسان است. خیر نباشد این آدم کیست؟ کنی به من فهمون گلی؟ من از کجا دانم؟ پس چرا پسر من این آدم را پدر میگوید؟ میبخشید خانم، دوملوزیو بودین ندیدین؟ نه من ندیدم. با اینجا نامد. اگر دیدین با او گوین که با مسجد نرود. مایلش شبکت یکون کار شد، چرا آخر با مسجد نرود؟ نه مقصد من این که با مسجد برود، لیکن تو با من زنگ نزند با مسجد نرود که در نزد مسجد اجینه است. فهمیده؟ فراموش نکنه تیمور.
اوه خدا چی آدمی عجیب است. شما دیدید ها؟ چون من گویم نمیگوید اما آدم دیوانه تیار است. خاموش شو گلی، از برای خدا خاموش شو، چون که وقتی که گپ میزنی گپ رو گم میکنی. نه عجبا، من گپ رو گم میکنم یا تو گپ رو گم میکنی؟ جناب خانم لطفا گوش کنید. هی گلی، این آدم کیست میگویم؟ چرا به من جواب نمیدی؟ درباره من بحث کردنتون لازم نیست، من دوملوزیا هستم. دوملوزیا بوده است. او را میشناخته ای که خودش چی گپ است گلی ها؟ تو نامش را از کجا میدونی ها؟ کنی به من گپ زن؟ به عقلانه گپ نزن خیری، از کجا دانم؟ نشنیدی آخر خودش گفت کو. شنیدم من کار نیستم، اما چرا پسر من این آدم را پدر میگوید؟ کنی به من فهمون گلی؟ ای خدا از کجا دانم؟ از پسرت پرس. های پسرم سعید جان، چرا تو این آدم را پدر میگویی ها؟ آخر اون ما رو پسرم گفت. چی؟ پسرم گفت؟ گلی چی گفت؟ این رو به من یکون کس فهمونده میتواند؟ ای دومولا شما چرا پسری مرا پسرم میگویید؟ کنی وضعیت را به من فهمونید؟ یعنی جناب آخر دهانم عادت کرده است، یعنی چون یکون کس روبرو شود پسرم میگویم. انا دیدی؟ عادتی دهانش بوده است. فهمیدم من کار نیستم. در اصل تو فهمیدی خانم گلی؟ به من چی دخل دارد؟ بحث را تو آغاز کردی. تو مرا گناهگار نکن، بحث را من آغاز نکردم. به خدا با تو گپ زدن نمیشود. سرم رو گیج کرده، من رفتم. در اصل با تو گپ زدن نمیشود، من هم میروم. با تو بحث کردن نمیخواهم. من هم میروم. میپرسم که این آدم کی؟ خدا میگوید که پسرم است، پدرم است. یا خدا توبه، در دنیا چی آدمان عجیب است. پسرم باز تو را فراموش کردن. ایمان رونده چی ها میگویی؟ اینها پدر و مادر تو نیستن مگر؟ اکارت چی های؟ گادیت گازه چکا میکنه؟ چی کار میکنه؟ با تو سر و کار میگیرم من تمام رو. از من دور شو. مایل گپ نیست، نکی با یک شرط. چی بود از شرطت؟ چکنیم. ای خدا جان، من چخیل با این دیوانه روبرو شدم. یا خدایا، من چی گناهی بزرگ کردم و به این محل افتیدم. انشاءالله با یکی از آن دیوانه ها روبرو نمیشوم، اما چیزی شود این دفعه با آنجا اماعت گپ میزنم، با آن مسجد میروم من. یا خدایا برادر چرا تلفن از راه نمیبردونی؟ چند بار زنگ زدم با دست نخورده باشه که بلا زد. خیریت خلاص شدم. من به کجا رفته ایستادم؟ من نبکک از آنجا آمدم. این دیوانه ها عقلم را از سرم بیرون کردن. یا خدایا، جماعت مرا انتظار است. آمده ایستادم. جماعت آمده ایستادم. فاروق اینجا هیچ کس نیست. با فکرم وقتی نماز نیست اونا. این بلا زنه. سلام علیکم اکی فاروق اکی اونا. سلام آقای خلیل. السلام علیکم. ما به نزد دومولای مسجد آمدیم. مرا گوش کنید، دامولا منم. شما؟ بله، دامولای این مسجد منم. چی خیر زهرا به این آدم چی خیر عاشق شده؟ همسال بابایش است. چی خیر آخیر؟ چل آخیرش چی؟ دامولای این مسجد منم برادر میگویم. ای بوجا، شما دختری عشق نه، پروفسور عشق هستید. حلالتان بوده؟ خاموش. هنر یک دقیقه ایست. چخیل باجم؟ باجه چی؟ باجه من اونال میباشم. یک قسمت شناسه من به این روز بوده است. یا خدایا توبه. این چخیلی محل است که به یکون صاحب عقل روبرو نمیشوم من. زیارا بینا این از پسی من میدود گفته کتگیش بسیار شده ایستاده است. بی عقل دیوانه چی کار کرده ایستاده ای؟ تو برای کشتنی میخوایی ها؟ حیوانی بی عقل. زهرا جون خوب هستی؟ من خوب نیستم. راندنشو بین این همش از پشت زیا است. بوده دیوانه میشوم من. زهرا جون کمی آروم شو. چی خیلی آروم شومه؟ چی گویم چی؟ بازید رو بین با من سیگنال میدی هده؟ اخمقی بیفهم ها؟ با آن دنیا رفتن میخواهی اینقدر سرسیمه. توبه این رو بین. زهرا جون آخیر مرا ترسانده ایستاده. خدا توبه. آن آدمی ریشدار
اگر یگان بار دیگر به پیش پایم افتاد با او ازدواج ساخته نمیکنم. شد بالا او بسیار التجا میکند. مایلش جانم، تو کمی آروم شو. مایلش بگذار ثوابم را میگرفت. حالا باشد هیچ چیز نمیگیرم. یعنی بجرا در این مغازه شیرینیت رو خوردن از من جدا میشدی، فهمیدی؟ احترام بسیار گفته و ریاکتور که اسمای قزق قیدی. چی شد؟ خانم سیوال برای این یک شیرینی میداده. مایلش دومولو. السلام علیکم دومولو. السلام خانم مبرم. کمتر پیش شفقت شما رو پرسید. با فکرم با شما کاری مهم داشت. تلفنتون جواب نداد. یا خدا. راست با خدا بی آواز بوده است. کلاس در کدوم خبری؟ در مغازه شیرینی. تمام من رو با دقت گوش کن. با مسجد نرو که اونال در اموجاست. تو رو کافتسم. اونال در اونجا چی میکابد؟ آخر چی خیلی میشود آقا؟ شما نباید امام این مسجد باشید ها؟ منم برادر، منم. این مسجد من است. اکا این کیست؟ نمیدونم اونال. آقا مگر امام این مسجد داملازیا نیست؟ افهمیدم. داملازیا کیست؟ آخر داملازیا ما؟ آقا شما کی هستید؟ کاری تو چی چرا میپرسی توبه؟ من کمیسرم. توبه کردم خدایا. این چی خیلی محل است؟ همه چی ساخته، داملو ساخته، کمیسر ساخته. یا خدایا توبه کردم توبه. چی خیلی ساخته؟ من کمیسر حقیقی ام. خاموش شوید. بله کمیسر حقیقی. مایلش من شما رو فهمیدم. کمیسر بوده است. کسی که از پیشت برایت باچه میگویی توبه. ای خداوند شفای عاجل نصیب کند. همون است. شخص بی‌ضرر است. از افتش آدم خوب می نماید، اما این خیل مسجدها را گشته من امام این مسجد می باشم می گفتد. در این باره از مفتیات هم آگاهی آمد. من هم گفتم با شما رسانم. اگر شخصی در بارهش گفتم به اینجا بیاید بعد رفتار نکنید، دلش را هم نرنجانید، گذارید بیچاره هوسایش را برارد. حق است. امام همین مسجد همین است. شکر خداوند که شخصی با عقل رو بروشو با من در این محله. شما رو به نزد جماعت میبرم. در مغازه شیرینی ها انتظار. آخر جماعت در مغازه شیرینی ها چیکار میکند؟ جماعت در مسجد میشود. اکه مظفر آشی نهار داشته همه کسا جماعت همونجا رفتم. رفتی بیا خیر برویم. توبه کردم. این مصفت یک کسلی از هیچ نگوین. من خانه داملازی ها رو میدونم، شما رو میبرم. بیا برادرم بیا. اومدم. بیا رفتیم. خدایا تو دیوانه یک تاش به من را برا شد. اکه خلی سفر رو بخیر. اکه اونال فروخ داملازی ها رو انتظارم. تمام من حل میکنم. داملو رفتیم اوش یک به یک بریم. استاد داملو پیش رو نگود. اکه شما دیم خوش باشید. داملو نامده است. بسیاری بعد انتظار شده. من شما رو به نزد اون میبرم. بیاید رفتیم. جماعت در همین جا انتظار است. بله بیایید رفتیم. خدایا استاد کل شد پرید خیلی. وای برادر تو جماعت گفتم چرا برا بنزین آدم آوردی؟ این دیوانه است دیوانه. داملوش خیلی صحت شده؟ یا خدایا توبه. بیا چیم؟ وای برادر تو جماعت گفتم مرا با کجا آوردی؟ یا توبه. بیا از اینجا برویم. چرا مرا بنزین دیوانه آوردی؟ من از این در گریز بودم. هیچ که آدم بدبخت است. راستی آدم برادر چی کردی؟ کمتر دقت کن آقای خلیل تو سر کار گرفتی. سلامت. باش برادر. باشتا تا زود باش برادر. آقای خلیل بسیار با احتیال باشه. خیر برادر. الله شکر. داملازیا اطاعت والا حضرت. حالا ما همراهی اکی فروخ و اکی اونال نزد شما آمده ایستاده.
شوکت تو چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ دوملو اکای اونم به دختر عشق احتیاج دارد. اکای فراز جان کلینتو را زیاد کرده ایستاده است. اوه شوکت دیوانه بی عقل با کجا آمده ایستاده ای؟ دوملو این حادثه چی خیلی رخ داد؟ ای وای چی خیلی؟ خدا رحمتش کنه دوملو. خیلی خبر میکردیم ما هم ثواب جنازه را میگرفتیم. مایلش گوش کن، من از قفای کوچه به نزد مسجد میایم، در اونجا با خورده گپ میزنیم. همدردی ما هم رسونه دوملو. مایلش دوملو به جای منم در قوطی توصیه 50 سوم پرتو. بخشش کمیسر دوملو در خانه نبوده است. در مسجد بوده است؟ در مسجد هم نبوده است، جنازه رفته است. بچه امکی تقوی خاله همسینفش مرده است. در یک قشلاق دور شرق دور رفته است. شرق دور؟ بله شرق دور، طرفای مرغاب رفته است. آخر آنجا جنوب است. جنوب ایسه دور ده. بختی مرا بینکه. اگر راستی گپ من به بخت تو کار ندارم و اگر دوملوزی اومد من شما ده خبر میدیم. رحمت شوکت رحمت. اگر اون تلفن ما دیدن یک تلفن بازار برام یکی همجا میومش. سلامت باش شوکت، سلامت باش. اکا این احمق چیزی رو پنهان دارد. نفهمیدم اونال چی رو پنهان دارند. ای شوکت کو شوکت؟ خیر کارت کلیسا که من جستجویش داشتم دوستی نزدیک اوست. خیر آخر با دومولوزی ها شناس شده خود را بدین داده است، اما من راستی از این شبه کردم. بر رفتارها و حرکتهایش نظر کن، آخر بازی میکنم. چیزی را پنهان دارد، چیزی را. بسیار شبهناک رفتار کرده ایستاده است. عجب با کارت کلاس ما میخورده باشد. اونا اینها با دومولوزی چه علاقمندی دارند؟ با دومولوزی ها؟ یگان علاقه ندارم. خیر تو چرا اینها رو با من گفته ایستاده ای؟ نمیدونم. اکا ما اینجا برای دیدن دومولوزی ها آمدیم. بله. اکا یک من از پی او روم. مایلش یا خدایا توبه.